سلام، امیدوارم صحت و سلامت هستید. در برنامه امروز درباره جنجال قبل از 18 سالگی شوهر کردن دختران تاجیک صحبت میکنیم و هم میبینیم که مهاجران تاجیک در آشیانه 70 یک بنا در شهر مسکو چیکار میکنند. همین چند روز پیش گفتند که در تاجیکستان در نیم سال گذشته به 200 نفر اجازه دادند به سن 18 سالگی نرسیده یا شوهر کنند یا زن بگیرند و البته اکثریت هم دخترانی بودند که 18 ساله نشدند. خودتون هم میدونید که در تاجیکستان اگر 18 ساله نباشید حق ندارید ازدواج کنید. اگر حالت استثنایی بود به دادگاه می روید، میپرسید، اجازه داد، ازدواج میکنید، اگر نه منتظر میشوید. دایر به این موضوع بحث داغی در وبسایت رادیو آزادی و اینستاگرام جریان دارد که شما هم میتوانید با آن همراه شوید. بسیاری از کاربران در این بحث گفتند ازدواج قبل از 18 سالگی بدبختی میآورد. از جمله کاربر با نام مهرانگیز نورова که چنین نوشته است: پدر و مادران بی اندیشه هر چیز زودتر شوهر دهیم گفته آینده فرزندشان را فکر نمی کنند. همانها مگر عقل دارند که به شوهر می دهید. پیش آمد و خوش آمد گفته دادن می گیرند و جای آنکه به تحصیل بفرستند یا هنر یاد بدهند. یکی از کاربران دیگر اینستاگرام با نام فریده نیز طرفدار آن است که دختران و پسران بعد از 20 سالگی ازدواج کنند چون چشمانشان به قول او باز می شود. او نوشته است: برای ازدواج باید از 20 ساله بالا باشد چون فهم و شعور هست. بعدا شرایط زندگی فراهم آورد، چه برای زن و چه برای مرد. هر دو طرف هم مرد و هم زن باید آمادگی کامل داشته باشند. در این میان آنهای هم هستند که گفتند دختران باید حتما تا 18 سالگی ازدواج کنند و چند هم مقررات اسلام را مثال آوردند که دختران حق دارند در 13 سالگی شوهر کنند. ولی کاربر با نام خلیل زاده با آنهایی که در صفحه ما در اینستاگرام چنین شرح گذاشتند سوال داده است که میخوانیم. یک سوال: همین مسئله را به عضو عائله خودتان روا میبینید؟ خواهرتان را در سن 13 یا 14 سالگی به شوهر میدهید؟ در وبسایت رادیو آزادی هم مخالفان ازدواج پیش از 18 سالگی زیادند و یکی از کاربران که خود را ویرکن نامیده است چنین می نویسد: از نظر علمی انسان بعد 18 سالگی به بلاغت جسمی و در سن 22 سالگی بعد به بلاغت فکری می رسد. از این جوانتر دختران را شوهر دادن و پسران را زن دادن جنایت است. کاربر با نام خالد پیشنهاد کرده است که در تاجیکستان ازدواج را فقط از 20 سالگی اجازه بدهند. او می نویسد: قانون نو قبول کردن لازم و ازدواج از 20 سالگی اجازه داده شود چون زن پرقوت می شود و عائله هم و فرزندان سالم تولد می شوند. به یگان ضروریت از 20 ساله پایان اجازت ازدواج داده نشود. شما چی میگویید؟ پیشنهادی درست هست یا نه؟ در وبسایت ما نویسید و در صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام. اکنون با اجازه شما به سراغ مهاجران تاجیک می رویم و می بینیم که در طبقه آشیانه 70 یکی از بناهای آسمان خراش مسکو چی کار می کنند. ویدیو را دلاور روز 5 اوگوست و رادیو آزادی فرستاد. السلام علیکم. این آوار اسپیشال برای رادیو آزادی سیمکا میکنیم. ای 70 etaż Moskva City. ما بچه‌های تاجیک در اینجا سانتехніка میکنیم. کاری سانتехніки نمیشه. отопление трубу رالش میکنیم. شما هم ویدیو و عکس و خبر و نظرهای خود را بفرستید و به شماره که میبینید واتساپ، وایبر، تلگرام و ایما همه را دارد. خبر و گزارش و ویدیوهای بیشتر در وبسایت رادیو آزادی است که نشانش را هم میبینید. آزادی آنلاین اینجا به پایان رسید. من طاهری سفر هستم و اینجا رادیو آزادی است.